نو ایرانی و نوروز سلطانی را که در حال فرارسیدن می باشد به همه شنوندگان محترم تهنیت عرض می کنم و سلامتی جسم و جان و سعادت حال و آینده را برای همگی از خداوند متعال خواهان. نومیدون را به لطف خود امیدوار گردان، فروماندگان را یاری کن و کار درماندگان بکشا، تنگدستان را مستقر مرحمت فرما، حاجتمندان را برآ، دعاها را مستجاب گردان، گناهان ما را ببخش، به همه ما نظری بلند و سینه‌ای باز و همتی عالی کرامت کن تا در فکر خیر و صلاح یکدیگر باشیم و حق و رضای تو را وجهه همت خود گردانیم. خدایا کشور ما را در این سال و در همه سالها از هر گونه آسیب و گزند محافظت بفرما و از هر نوع خیر و برکت بهره‌مندش گردان. این سال را برای ما و همه مردم جهان با مبارکی و میمنتی شابه و با سلامتی و امنیت بگذران، به منک و فضلک آمین. شنوندگان عزیز، 30 ثانیه به تحویل سال نو ماندن. 20 ثانیه به تحویل سال نو ماندن. 10 ثانیه به تحویل سال نو ماندن. آغاز سال 1344 شمسی، سال خوشی و کامرانی و سعادت ملت ایران.